سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت بلاگر و خبرنگاران تاجیک عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته است که آنها را رها کند. این سازمان با نشر بیانیه کوتاه در صفحه خود در توییتر نوشت که دلیر امامعلی و عبدالله غربتی محض برای فعالیت خبرنگاریشان تعقیب شدند که مخالف قانونهای تاجیکستان و قوانین بین المللی است. در همین حال ممکن است امروز دادگاه در دوشنبه قضیه دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را بررسی کند. دادگاه تصمیم میگیرد که این دو روزنامه‌نگار آزاد شوند یا به حبس پیشکی گرفته میشوند. قرار بود مرافعه بعد از ظهر به وقت دوشنبه برگزار شود. ساعت دقیق آن معلوم نیست. این زمان نگرانی ها در تاجیکستان از بازداشت خبرنگاران زیاد می شود. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار و بلاگر دیگر می گوید رفتار مقامات با همکاران او غیر قابل قبول است. قضیه که امروز به سر دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشید. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید تا مبادا سزایی که الحال دلیر و عبدالله را تهدید کرده ایستاده است به شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشود آن. ولی در گمان من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی اند. قربانی کسب خویش و دوم قربانی بازی های سیاسی پس پردگی حکومت. ولی متاسفانه به فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت رو به رشد، یعنی رو به دموکراسی آورده ببینند. ذوقی‌بک سیدامینی خبرنگار دیگری تاجیک هم به رادیوی آزادی گفت آنچه که با دلیر امامعلی و عبدالله غربتی صورت گرفت واقعا مایه نگرانی جدی است. همه ما اونایی که در رسانه‌ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می‌نویسیم، نوار می‌کنیم، معلوم است که به کجای دعوت میشویم، اینا نمیشه رد کرد. مثلا دعوت میشیم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت میشدیم، من یک چیز مقرری مثلا حساب میکردم. ببینیم اونا وظیفه‌اش اجرا میکنن، مثلا ما رو دعوت میکنن، شاید نمیدونم کلمه کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لطوکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدوم مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، این واقعا باعث نگرانی است. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند.